فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. سوال بعدی بیننده در مورد این است که پرسیدن میخوایم بدانیم که آیا اهل سنت اصلا به مذهب شیعه اعتقاد دارد یا نه و آیا شیعه رو به رسمیت قبول دارد. و سوال دیگه هم که بیننده دیگر شکوفه از تهران در همین زمینه ها پرسیدن که در مورد حدیث ثقلین چه نظری داریم. بفرمایید. ما اینو بارها اعلام کردیم، نه تنها که اعلام ما باشد بلکه در کتاب‌های روایی ما و اعتقادی ما کاملا این ثبت شده و قرن در قرن این در واقع نقل شده و علما و محدثین این مطلب رو بیان کردند که محبت اهل بیت رسول الله صلی الله علیه وسلم جزو ایمان ما هست. و اینکه ایشون سوال کردند که اعتقاد ما و نگرش ما به مذهب شیعه چی هست، تمام فرقه هایی که وجود دارند، اعم از شیعه یا غیر شیعه، ام فرقه های اهل سنت و جماعت باشند یا فرقه های شیعه باشند، هر گروهی با هر فکری که باشند، معیار اصلی که ما داریم قرآن و احادیث صحیح و صریح رسول الله صلی الله علیه وسلم است. ما هر فکری رو و هر مذهبی رو با معیار قرآن و حدیث میسنجیم. هر چیزی که با قرآن و حدیث رسول الله صلی الله علیه وسلم همخوانی داشت، بدون هیچ گونه تعصبی ما اینو میپذیریم و هر گونه فکر و اعتقاد و مذهبی که مخالف با قرآن و احادیث صحیح رسول الله صلی الله علیه وسلم باشد ما اونو رد میکنیم، گرچه شاید این فکر و این عقیده منتسب به اهل سنت و الجماعت باشد، اما چون که دلیلی مستند از قرآن و حدیث ندارد با در واقع برای ما قابل قبول نخواهد بود. در مورد حدیث ثقلین، ثقل به معنی یک چیز سنگین و گرانمایه هست و در این ما هیچ تردیدی رو نداریم که ثقلین قرآن و اهل بیت رسول الله صلی الله علیه وسلم هستند، بنابر روایت صحیحی که در صحیح مسلم نقل شده از زید بن ارقم رضی الله تعالی عنه که در غدیر خم رسول الله صلی الله علیه وسلم وقتی که مردم جمع شدند خطبه ای را ایراد فرمودند و در اون خطبه مردم را تذکر دادند به تمسک جستن به قرآن. یعنی ثقل گفت رسول الله فرمودند که انی ترکتم فیکم ثقلین، من در میان شما دو ثقل و دو امر سنگین و گرانمایه و با ارزش را نزد شما بعد از خودم گذاشتم. یکی قرآن هست و بعد ترغیب کردند بر عمل کردن بر قرآن، خواندن قرآن و تدبر در آیات قرآن و بعد از این فرمودند که و اهل بیتی اذکرکم الله فی اهل بیتی، اذکرکم الله فی اهل بیتی، اذکرکم الله فی اهل بیتی. تا 3 مرتبه رسول الله صلی الله علیه وسلم این جمله را تکرار کردند. در روایت صحیح مسلم لفظ دیگری که در بقیه روایت اومده که من کنت مولا فهذا علی مولا، در روایت صحیح مسلم نیومده. در روایت صحیح مسلم این لفظش هست که اذکرکم الله فی اهل بیتی و در روایت صحیح مسلم این گونه نیومده که شما به قرآن و اهل بیت من چنگ بزنید یا بر اینها عمل بکنید، از این دو پیروی بکنید، بلکه اومده که از قرآن پیروی بکنید و مواظب اهل بیت من باشید. در مورد اهل بیت ایشون دستور ندادند که از اهل بیت من در واقع شما بیایید و پیروی بکنید. همون گونه که قبلا هم عرض کردن، ایمان به محبت اهل بیت رسول الله صلی الله علیه وسلم، احترام و اکرام اونها و حفظ جایگاه و حرمت اونها جزء ایمان اهل سنت و الجماعت هست که ما در این زمینه هیچ گونه شک و تردیدی رو نداریم. اما بحثی که در این زمینه مهمتر هست و اساسی تر هست، فراتر از این همه تبلیغات و این همه هیاهویی که وجود داره که شیعه پیرو ثقلین هست، اینو بیایم ما عملا تطبیق بکنیم، ببینیم که شیعه تا چه اندازه پیرو ثقلین هست. آیا عملا چنین چیزی وجود دارد یا فقط در حد یک تبلیغات هست و یک شعار هست برای فریب دادن عوام مردم؟ ثقلین همون گونه که من قبلا عرض کردم، یکی قرآن هست که ثقل اکبر هست، شیعه اینو قبول دارن، و دومی اهل بیت هستند که ثقل اصغر هستند، در واقع در مقابل ثقل اکبری که قرآن هست. حالا ما ببینیم شیعه در مورد قرآن چه موضعی رو گرفتن. در طول تاریخ تشیع علمای بسیار بزرگی که انسانهای خیلی سنگین و پروزنی هستند در مذهب شیعه اومدند و نقل کردند که تواتر، روایاتی رو با تواتر نقل کردند که این قرآن، این ثقل اکبری که امروزه وجود داره، این تحریف شده است.
اینو به عنوان قرآن اصلی و قرآن کامل قبول ندارن. علمای بسیار زیادی هستند این حرف رو زدن، مجلسی گفته، جزایری گفته، قمی گفته، کلینی گفته و بسیار از علما و در واقع استوانه‌های علمی و نظریه پردازان مذهب شیعه این اعتقاد رو دارن. متاسفانه امروز علمای شیعه یا عوام شیعه نیومدن حسابشون رو با این افرادی که معتقد به تحریف قرآن هستند این رو مشخص بکنن. نه این افراد رو رد کردند که این افراد در واقع معترف و معتقد به تحریف قرآن بودند، نه اینکه کتاب‌های این افراد رو در واقع یعنی کنار گذاشتن، بلکه برعکس همون روایاتی که این افراد به اونها استدلال کردن امروزه در مذهب شیعه وجود داره و جز روایات بسیار از اینها روایات صحیح هستند. پس بنابراین در مورد ثقل اکبر می‌بینیم که شیعه اساساً این ثقل اکبر را که فعلا وجود داره اینو به عنوان کتاب خداوند متعال یا کتاب کامل و غیر تحریف شده و دست نخورده قبول ندارند. این عقیده بزرگان شیعه بوده که بسیار از اونها چه بسا به خاطر تقیه خلاف این رو بیان کرده باشند، اما بزرگان شیعه مانند مجلسی و مانند مولا محمد صالح مازندرانی و بسیار دیگر ادعای تواتر کردند که این امر یک امر تواتر هست و یک امر متواتر رو اگر کسی ترک بکند و انکار بکند این در حد کفر است. و در مورد تفسیر مثلا قرآن، اون چیزی که ما از قرآن نیاز داریم تفسیر قرآن هست، عمل کردن بر قرآن هست. بیاییم ما ببینیم که شیعه در طول تاریخ در مورد تفسیر قرآن چه کار کرده. اتفاقا شما به تمام تفاسیر شیعه وقتی که برمیگردید، با اینکه تفاسیر خیلی نادر هستند، کم هستند در مقابل تفاسیری که اهل سنت و الجماعت نگاشتند، میبینیم که تمام شیعه ها در تمام کتاب‌های تفسیر بلا استثناء از اهل سنت و الجماعت نقل کردند. شما هیچ تفسیر اهل سنت و الجماعت را نمیبینید که در تفسیر قرآن کریم بیاید از اقوال شیعه و روایات شیعه استناد بکنند. چنین چیزی وجود نداره. اما برعکسش هست، شیعه اومدند از روایات اهل سنت و از تفاسیر اهل سنت در واقع استدلال کردند. این بدین معنی هست که اهل سنت و الجماعت در مورد تفسیر قرآن هم مقدم از شیعه هستند. و اضافه بر این شیعه ها اونگونه که در روایاتشون هست، در اصول کافی و دیگه روایات بسیار زیادی رو دارند که قرآن یک بطنی رو دارد، ظاهری رو دارد، تعویل باطنی رو دارد. اون چیزی که شما از ظاهر قرآن میتونید بخونید این مراد خداوند متعال نیست، تفسیر باطنی وجود دارد که این عملا قرآن رو از در واقع احتجاج و استناد در واقع ساقط میکنه. وقتی که ظاهر این قرآن مراد نباشد، یک معنی دیگر باطنی رو داشته باشد که من مسلمان نمیتونم اون رو درک بکنم، بنابراین افراد خاصم که برای خودشون فهمشون برای خودشون معتبر هست، برای عموم مردم معتبر نیست. پس بنابراین عملا شیعه این قرآن را غیر قابل استفاده معرفی کردن. و امر دیگری که نقطه‌ای که جالب هست در این زمینه واقعا این است که در طول تاریخ بیاییم ببینیم که شیعه در حفظ قرآن چه کاری رو انجام داده. از نظر سندی می‌بینیم که سند صحیحی رو علمای شیعه در این زمینه که نقل بکنند قرآن را به صورت متواتر، چون این سندی رو ندارند که قرآن رو برای خودشون در واقع حفظ کرده باشند. و امروزه هم از نظر حفاظ کلام الله و قرآن مجید اگر نگاه بکنیم می‌بینیم که در شیعه متاسفانه در این زمینه هیچ گونه نه اینکه هیچ گونه یعنی فعالیتی نمیشه، بلکه بسیار کمرنگ هست در مقابل مثلا جمعیت اهل سنت یا حتی مثلا در میان خود ایران ما نگاه بکنیم، اهل سنت ایران مثلا شما بالفرض مقایسه بکنید در میان یک شهری از شهرهای اهل سنت مثلا مانند زاهدان که یکی از شهرهای اهل سنت ایران هست، حفاظی که در زاهدان وجود دارند بیشتر از تمام حفاظ شیعی هست که در ایران وجود دارند. یک شهر بسیار این مطمئنم چندین برابر هستند. سالیانه فقط و فقط در زاهدان در یکی از شهرهای اهل سنت صدها نفر حافظ قرآن میشوند. اما در میان شیعه ما می‌بینیم که چنین چیزی بسیار کم رنگ هست و اگر چیزی وجود داشته باشه بسیار نادر هست، انگشت شمار هستند و در حد یک تبلیغاتی در واقع بیشتر نیستند. این در مورد ثقل اکبر. در مورد ثقل اصغر که اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و سلم باشند، می‌بینیم که اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و سلم از شیعه بیزار هستند. در طول تاریخ این گونه بوده. شیعه در طول تاریخ اسلام تا به امروز صداقت خودش را نه برای اسلام ثابت کرده و نه برای اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و سلم.
وفاداریشون و صداقتشون و ایمانشون و فداکاریشون نه برای اسلام ثابت کردند و نه برای در واقع اهل بیت رسول الله صلی الله علیه وسلم. به طور مثال بزرگ اهل بیت حضرت علی رضی الله تعالی عنه هستند که ایشون در نهج البلاغه در خطبه های بسیار متعددی گلایه های و شکوه های بسیار زیادی رو دارند از شیعیان زمان خودش، در بگونه‌ای که ایشون در یک از خطبه ها میگویند که لوددت ان معاویه صارفنی بكم صرف دینار به درهم فاخذ یعنی منکم 10 و اعطانی واحدا. من یعنی آرزو دارم که معاویه بیاد و با من مانند معامله نقد با نقد یعنی معامله بکنه با من. من حاضرم که 10 نفر از شیعه خودم رو بدم به معاویه فقط 1 نفرش رو به من بده. و این خطبه های بسیار زیادی در این زمینه وجود داره. در مورد امام دومشون حضرت امام حسن رضی الله تعالی عنه، ایشون رو مذل المؤمنین نامیدند. مذل المؤمنین، بگونه‌ای که خود مختار ثقفی اومد به عمویش مسعود این پیشنهاد رو داد که امام حسن رو بگیرد و در غل و زنجیر بکند و ببرد به معاویه تحویل بدهد و باج بگیرد از معاویه. در مورد حضرت حسین رضی الله تعالی عنه 10,000 نفر از شیعیان کوفه که در واقع یعنی زادگاه تشیع بوده، محل تشیع بوده، 10,000 نامه نوشتند برای حضرت حسین رضی الله تعالی عنه، ایشون رو دعوت کردند که بیاین در کربلا. اما زمانی که اومدن تمام اونها خیانت کردند و عهد و پیمان خودشون رو شکستند. در تاریخ ثابت نشده که یک شیعی ولی یک نفر از شیعیان کوفه بیاد خودش رو فدای حضرت حسین رضی الله تعالی عنه بکنه. 1 نفر از اون کسانی که نامه نوشتن حسین رو به کربلا کشوندن حاضر نشدن که جان خودش رو فدای حضرت حسین رضی الله تعالی عنه بکنه الا حر ابن یزید که ما میدونیم حر ابن یزید هم یکی از لشکریان و سپاهیان عبیدالله ابن زیاد بوده از شیعیان کوفه که نامه نوشتن بودن در واقع نبوده. پس بنابراین میبینیم که در طول تاریخ تشیع نه صداقت خودش رو به اسلام ثابت کرده و نه به اهل بیت رسول الله صلی الله علیه وسلم. از نظر روایی هم اگر ما نگاه بکنیم عملا روایاتی که اهل سنت و الجماعت از حضرت علی رضی الله تعالی عنه دارند بیشتر از روایات 3 خلیفه ما هست. یعنی روایات حضرت علی رو یک طرف بگذاریم، روایاتی که ابوبکر و عمر و عثمان یک جا نقل کردن همه رو در یک کفه ترازو بگذاریم، باز هم روایات حضرت علی رضی الله تعالی عنه 83 روایت در واقع بیشتر هستند. و روایاتی که شیعه دارن در این زمینه و بیشترین روایاتی که اهل سنت نقل کردن از حضرت علی، حضرت حسن، حسین، زین العابدین و ام باقر و امام جعفر صادق روایات صحیح و معتبری هست با سندهای صحیح نقل شده. اما روایاتی که شیعه از ثقل اصغر دارند، از ائمه خودشون دارند، روایاتی هست که افراد کذاب و فاسد المذهب، فتحی مذهب و کسانی که اعتقادی به امامت ائمه اثنا عشر نداشتند و فاسد المذهب و فاسد العقیده بودند، این افراد رو در واقع این روایات را نقل کردند. پس بنابراین اهل سنت و الجماعت به ثقلین اهمیت بیشتری را دارند، هم از ثقل اکبر را و هم ثقل اصغر را. پیروان واقعی ثقلین اهل سنت و الجماعت.